امروز شنبه 17 مارس 2007 میلادی برابر با 2714 ایرانی از زمان تشکیل دولت مادها اجازه بدید که مستقیم ببریم هموطنان رو به ونکوور کانادا و با زن مقاومی که حدود 23 ماه به همراه 2 فرزندش بر روی زمین‌های سرد و سیمانی مسکو با 3 پتو خوابید مقاومت کرد، اما هرگز حاضر نشد به ایران بازگردد و بارها بین مرگ و زندگی قرار گرفته بود صحبت کنیم. خانم زهلا کمالفر پس از یک کمپین 5000 نفری جهانی توسط ایرانیان و سایر افراد کشورهای مختلف موفق شد که تابعیت کانادا رو بگیرد. یعنی دولت کانادا زیباترین، گرانبهاترین هدیه نوروزی رو به ما ایرانیان اهدا کرد و روز پنجشنبه 2 روز پیش این بانو پس از این همه زجر و شکنجه روحی و جسمی در این فرودگاه مثل یک ستاره مورد استقبال مطبوعات، رسانه‌های ونکوور و کانادا قرار گرفت. بیش از 10 دوربین فیلمبرداری بر روی خانم بودن در فرودگاه وقتی که ایشون وارد شد و به زیبایی از ایشون استقبال کردند. امیدواریم که آزادی این بانو خانم زهرا کمالفر و دخترش آنا 18 ساله و پسرش داوود 12 ساله سمبولی باشد، ارمغانی باشد برای آزادی ملت ایران. خب اجازه بدید که صحبت رو آغاز کنیم با خانم زهرا کمالفر، خیر مقدم بگوییم به ایشون به سرزمین آزادی. خانم کمالفر که به نام مستعارشون مهتاب خانم هست. مهتاب خانم صبح شما بخیر در ونکوور کانادا و خوش آمدید به سرزمین آزادی و به برنامه رو در رو. سلام، صبح شما هم بخیر. اول از همه فرارسیدن سال نو رو به شما خانم هنگامه عزیز و به بینندگان عزیز و به ملت ایران تبریک میگم. امیدوارم سال نو سال خوبی برای ملت ایران و مردم ایران باشه. خانم کمالفر، آزادی چه بویی داره، چه حالی داره؟ شما آزادی رو که پس از ماها محروم بودن از اون به چنگ آوردی، برای ما تعریف کن. آزادی یعنی چی؟ خانم هنگامه عزیز، بعضی مواقع زبان قاصر از بیان احساساتش، اما برای من و بچه های من تولدی دوباره بود. دیدن آسمان، نفس کشیدن، دیدن مردم، دیدن پرنده ها که در حال پرواز هستند، باران، نم نم باران، همه بسیار زیبا بود. پس از مدت ها این آزادی احساس تولد دوباره رو در درون من و بچه های من زنده کرد و من سپاسگزار خداوند متعال هستم و کسانی که لطف و محبت کردن، دست به دست هم دادن و این آزادی رو هدیه دادن به من و بچه ها. مهتاب خانم، شما وقتی که وارد فرودگاه ونکوور شدید مقابل دوربین فیلمبردارها قش کردید. چرا؟ این ناشی از هیجان بود یا خستگی مفرط؟
والا علتهای زیادی داشت. اول از همه این که ما حدود 3 روز نخوابیده بودیم به خاطر اینکه پرواز ما 30 ساعت زمان بود با تفاوت ساعت‌هایی که بین مسکو، فرانکفورت، تورنتو و ونکوور بود و به خاطر هیجان‌هایی که در درونمون داشتیم، خستگی راه، هیجان و خب بعد از 23 ماه هوای آزاد به من خورد و راستش رو بخوایم باور نمی کردم که بار دیگه بچه های من میتونن روز و شب رو ببینن و اونها هم دوباره میتونن که مثل همه مردم در آزادی زندگی کنن. در این 2 روزه شما پس از 23 ماه بر روی تخت خوابیدید به جای زمین سرد و سیمانی، در فضایی میخوابید که صدای پرنده هست به جای اون صدای ممتد اطلاعیه فرودگاه که من هر وقت با شما صحبت میکردم اعصاب خود من رو متشنج میکرد. برای نخستین بار در یک اتاق هستین، غذای گرم دارین. تمام اینها برای شما مفهوم خوشبختی رو داره، الان مفهوم آزادی رو داره. چگونه وقتی دوباره غذای ایرانی رو میچشی و به آسمان پرستاره نگاه میکنی، به آفتاب و خورشید دوباره نگاه میکنی، فکر میکنی باید دوباره خودت رو تطبیق بدی با این محیط یا نه خیلی زود عادت کردی؟ والا به خاطر اینکه ما روزهای سختی رو پشت سر گذروندیم خیلی راحت میتونیم در هر محیطی که قرار بگیریم خودمون رو با اون محیط وفق بدیم و خب پس از مدت‌ها و ماه‌ها بچه‌ها روی تختی خوابیدن نرم و گرم، در سکوت، در آرامش، در تاریکی و غذای خوشمزه و لذیذ ایرانی رو خوردن. جای شما خالی، چلو کباب، خورشت قرمه سبزی. به نوش جان، قربونتون بشم. و خب چای ایرانی و مهمتر از همه این بود که میشد آزادانه قدم زد، آسمون رو نگاه کرد، پرنده ها رو نگاه کرد، مردم رو نگاه کرد و زمانی که ما چند باری داخل خیابون رفتیم خیلی صمیمانه، چون ما رو در تلویزیون دیده بودن، هر کسی که به ما میرسید میگفت ما شما رو تو تلویزیون دیدیم، خوش آمدین. همه به ما سلام میکردن، خوش آمد میگفتن. داخل ماشین که بودن نگه می‌داشتن، از تو ماشین با ما بای بای میکردن، از هر تیره، از هر نژاد، از هر ملیتی. اینها واقعا آرامش بخش، زیباست و خب نوید آزادی. بسیار خوب. به هر حال پوشش خبری که شما در سطح جهانی گرفتید بی‌نظیر بود در مورد یک پناهنده ایرانی و این به خاطر اون زجر و ستمی بود که 3 واحد خانواده کشیده بودند و توجه جهانیان به این موضوع جلب شد. خانم کمالفر، بفرمایید که چه گذشت بر شما در این 23 ماه قرنطینه بودن در یک فضای سرد و آهنی پوشیده با مردمانی که بیگانه از کنار شما میگذشتن؟ چگونه توضیح میدید 23 ماه از زندگی خودت رو؟ خانم هنگام عزیز، 23 ماه رو من نمیتونم در مدت کوتاهی بیان بکنم، اما در همین حد میتونم بگم که این 23 ماه روزهای بسیار سختی بود